دیگهش نمیگرزه و نمورم بچه تو گرفتانده دیگه اینا خب میفهمی دیگه حالی چی قدر خدا در بغیر خود گرد میزنی اونا مرا تا نمیشه که یک زار میبود میخوردم نه بخیر گریان کرده چشمای حلقه زده چشمه بسیار نام خدا مادر خود تربیه میداد بسیار خیر بینه مادر تو تربیه کرد خوراک از فرار کرد گریخ رفت نال تو میگریزی و میفهم خواه اما خیر دیگه بس کو فهمیدی باش تو دیگه تو میگریزه آخر چی میشه میدان با مادرک شغالی میشه خودش هم یه نپالی یک مردکه رسات میگیره دنگ اما خود این دفعه سر مادرم گپ میزنی ای نمی قسمت الله همین قسمته پس تشویش است مادر جان دست که تشویش کنه این همین قسمت شقایش میگیره نمیفهم بچه بیا سلام علیکم بیبی. سلام علیکم. هیچ لازم نیست که من تو سلام علیکی کنم. هیچ لیاقت اصلا سلام علیکی را نداری تو بر من. قربانت میفهمم خوبان که دستای خماج کنم. و من نرمی خود بیچاره دیگه. تیر مرد از برای خود تو چی فکر کردی بر من؟ نه به من خو نه آبرو ماندی نه عزت ماندی نه چیز بر من نماندی. از برای خدا. من رفتم مجبوری را آورد جان تا آوردم. خوب کردی بسیار خوب کردی. قدمایتان سر چشمات آمده. بسیار کار خوب. کاش که با خوشی می آمدیم خوراک. خیره خدا خوشیتان همیشه خوش داشته باشه. خوشی چی؟ کدام خوشی؟ کدام خوشی؟ خود تو هم خوشی بر من نشان بده که ما برد بگم که راستی هم خوشی است. این خوشی است بعد پدر هم تو خوشی نالد. بعد پدر هم تو خوشحالی نالد. یا هم خوشحالی است چه قسم خوشحالی است؟ تو خود مرا فروش کردی پیش قوم خیش، پیش سیال شریک از خود بیگانه. نه به من آبرو ماندی، نه به من عزت ماندی. با خدا سرم خم شد بسته قومم. خدا نکنه بیبی قربانتم، خدا نکنه. خدا بی عزت و بی آبرو نسازید. خدا فروش و دانه فروش نسازید لیلا جان. حالا خودتان خود میفهمین که شرایطی دخترای آلنگر خویش خودتان میفهمین. اگه بدل ما باشه نمیده نکاح کرده براتان میتم. چطور کنم خود دختر و پای خود خانه خاله خود سخت کرده من نمیگرم این بچه. کدام خاله؟ کدام خاله؟ مادر به یک زبان 10 دفعه میگه که نمیگیره میگه پس زدن از خوارم حلال قربان چم. این کار یک روز نیست که توی کار میکنی. آل لیلا جان کاش که بعد اسم من میبود کاش که چه رقم اولاد مادر وقتی که نمیگیره خروز اول هم دختره که تا میشاندی در مجلس میشاندی که چی میگه چی نمیگه. تو چرا در غیاب شنی دادی بر من؟ چرا مرام دادن قوم انداختی؟ تو خب بیاز آبرو داری نه عزت داری مرام بی آبرو بی عزت ساختی در قوم. خدا نکنه بیبی جی هم عزت دارم من آبرو دارم با خودت معلوم هستم. ما به عزت بده ما را به عزت کرد. خدا به عزت شما رو نسازم. من سر قوم خود می نازم سر شما می نازم. این چه قسم می نازیدن است. بعد پدر از این نازیدن نالد. چه قسم بی نازیدن؟ ما را به یک پیسه کردی میفهم پیشم بچه پدر بچه میاد یکی به یک پیسه شد بی مادرم بیچاره. این متمانه الایدان من چی بگویم؟ من دامادم به یک پیسه سیا کردی. امیال شرم سون دامادم چشم در چشم شده نمیتونم. در چشم
سیل کردن نمیتونم. سر مرا پیش داماد پیش هم بچه بیگانه خم کردی. من سر شما بسیار حساب میکردم که ورزن متر است، دخترای ور متر است، که فلانیگه که متر است. اینت تاج در سرتان میزدم پیش دامادم. من امروز شما با یک پیسه سیاه کردین پیش. شل جایدگان ما پیداش همین مادرم که نه که نواسه ورم خوب است، که نواسه ورم خوب است. نواسه ور بگی که به یک زبان مادر طرف میگه دخترم نمیگیره، یا هم گپ شد خوراک. حالا چطور کنم که می دختر نمیگیره؟ چطور کنم؟ پرسان میکنه از روز اول چرا عقل من خدا گرفت؟ چرا دختر نشاندی در مجلس؟ چرا ازش پرسان نکردی؟ بیارم یه دختر دموری ما بشون که بگویا نمی خالش نه بتال بش خوراک این کار یک روز نیست. هر جای کس بیا بتال بش طرف نکنین دسمال ما پس نگیریم و نمی این چطور کنم او خوراک من خواهش ما بگو بیا که این آمدن بیا که بگی زنگش بزن بتال بش راست بتال در مجلس بیا بشی گپ بزن. تلفنای خدا بند کرده خاموش کرده هیچ گپ نه مادر نه بلا خوشحالی خانه خوار میرم از من خدا پت میکنه میگه تو مادرم نیستی. میگه از تو که یک مایندر خوبه تو چرا میگه به اجازه میگه مرا دادی بر بچه کاکایم نمیگرم. میگه این چطور کنم؟ این کار گودی بازی است، این کار ساتیری است، این کار خالگکانی است که تو مرا تو بیابرو بیزت ساختی. میفهمم درکتان میکنم، میفهم که بسیار یک گپ عیب است. اگه به تو عیب است خب به ما عیب است. نه اگه به تو عیب می بود امروز اول دخترک میشاندیم یک چند وقت بعدش میگه سلام بالا میکنیم ما خیلی دفعه آمدیم پایت در خانه خاله سخت نکو، بیا در مجلس بشی کتی زن کاکایت گپ بزن که میامد کتی میشیشت اونجا گپ میزد یا قناعت میدادم یا قناعت میدادمش. از اینکه دخترها شما را دوست داشت که خواستگاری آمدید باور که سلما جان دخترم گفت بتی ما از همین دختر مشورم نگرفت. خمویده میدادی خوارک ما امروز در جنجال نمیگرفت خودش نمیگرفت شویو کلان جنجال ما رو کلان نکته میدادی که بی جنجال بی چیز بود گرفتی بار گپ یگان تو در جوی انداختی خلاص میلا جان نفس سر ما رو پت کردی. خدا نکنه که در چاپ سرتان پت کنه. ما خودم نرسیم مادر ما خلاص آم افتید بیاد گال باز ما رو میگه بیشی قرار حال گپ میزنه نکو زن نکو که با قرآن خدا شیخ فرار دادی، نکو که راز تا پیش سلما افشا میکنه. نکو مادر علاج بده مادر. مادر چرا مادر جان؟ الو بچه چرا؟ الو بچه چطور رخ کردی مادر جانم؟ چرا؟ چی شده؟ بچه چی شده؟ چرا؟ بگو مادر گپ خوب بگو. در خواب دیدم که بی آجی لیلا آمده. الو بچه برو شکر از خواب بود مادر. خیره مادر جان خواب بود. خیره بی خوب استی مادر فعلا؟ خواب بود هیچ چیز نبود. نیستن هیچ جای نیستن. خواب بود فقط در خواب دیدی. خواب بد بود خلاص. بچه هیچ چیز نیست مادر جان. خیر نمیاین مادر جان نمیاین. خواب بود بچه میفهمی مادر جان خواب بود. او دختر یخم زده خبر داری؟ یخم زده آب شده خانه بخوری چرا نمیکنی؟ زغال خلاص شد. همون روز من اینت رو نگفتم که زغال خلاص شده. حال چه که زغال نوردی؟ نه نمونده و پیسه نیست که این زغال بگیرم. همون قبول کنش در نسوار تو رفت. خیجم شه نام نسوار مر نگی در پگت نسوار گشت دمک زنبوره کمیته در پگت دو خلطش 20 روپه میدم 20 به زغال میشد. کجا او پیسه است اونمو که هست همورم نگاه کنیم تا لاجمل برسه و بیای خانه دیگه او نمونده. نمونده یخم زد یخ میفهمی نمیفهمی نمیاد کل شانه من سوق گرفته درد گرفته از دست یخی و خنک. خیلی او را من چی کنم دیگه؟ اونه میگم من چی کنم؟ غم زغال ما بخورم. اونجا در کارتنه کاغذی بود چی کردی؟ همو قرض که بر شو باشه هم شو در بتیم امروز. آلو دختر میره چاشک خوردی شو خدا مهربان است. حالا که گرم بیاید تا شو خدا مهربان است. نیست شو با زیاد خونی بسته دیگه یخ است. که نمیال بنده دستم کلش درد میکنه کل کمرم کل منت مونده درد میکنه. تو خبر داری نداری؟ کمپل چی کنم؟ فقط کمپل مرکز گرمی داره کمپل میاره کمپل میاره میلرزن در زیر کمپل. اونم کارتنه از دیگه او باشه در شو دیگه اور دیگه نیست دیگه. بخیر غم شب نخو بخیر تو میل غم میل مرا بخو مرا لرزه گرفته. تو کنو خدا کنه برقا بره که امتیازی تو کردن کلا خلاص های سی دفعه سری کالا دکتر نیست بچهای تست دیگه.
سنیما مشک بچه ها را چی کنم بچه هایی دست اینا حالا باز پیدا شدم میاین کالاوش باید او توش کلاشم اونجا چملکی داره صحیح دیگه او تو هم والیکم بچه شکر چی میکنی؟ کجا بودی بچه؟ کالای تو کنم باشه میکنم خیر بچه امسر که سر توشکا که میشینی میگی خسر یخ میشینم خط توشکا یخ هست که خانه یخ هست یخت میزنه بیخی من لرزه گرفته خوب استی لالا بخیر آمدی تو از موضوع خبر داشتی رو نگفتی کدام موضوع است؟ موضوع فردی از که تو مزود بزودتر قسم میزنه هیچ وار نمیتن دست پنجهید خشک شبه خود دروازه را کپ میکنی خدا پایه امام درد میکن خورشید جان او خورشید او دختر کجا گم مرگ شدی الا هیچ کس جواب نمیتن هیچ وی چطور پایه درد میکنه خورشید او نام را چده کوچه ترقص است که از برای خدا من میگم جان مرگ نشی دختر کجا باز خود گم مرگ کردی و مثل شله است که ایران بانی که در یک ترقص زدن است توبه خدایا توبه که مجبور خودم بخیزم بگم الو پایکای من درد میکنم من چون که کجا خواهگم کتم خوار کتیش خوب بود که یک ترقص میشد یک کار میشتم درد زدنی برخ را جوار بود کار میکرد آمدم هیچ قضت بیخی دروازه رو میده کرد سلام علیکم دروازه رو چرا وازه میکنی؟ بیام بس بیشتر تق زدم اینم فقط مردی در خانه هیچ کس نیست خانه سلام علیکم خوب استی مادر جان برو زود کو که دست آنی دستم تق میزن آلیا کجاست ملکه کجاست برو کارستی بیخی بی پرواشی بخورن برو تو پیسه بگی از خانه بتیک موترانه اولیم در پشت خانه سوز کرد خورشید جان خود صبر بیبی جان نه بلا زدیدن حالا خواهی گوشت نخو بشنوی دروازه تق مردم کرد بالا بودم کشینی دستکال موتر ایلا کردم از خانه از حرکت کردم در شهر در موترهای شهری کشیدم در اونجا ایلا کردم آمدم مال تاکسی در بس در پشت خانه آوردیم بده پیسه ورک بره بیا تو خانه بیا الو مادر کلام نکن الو بیبی جان اشوی طرف یا بدتر هستن صدایی که یک تختن من چون دیگهش کجاست صدقه چه مادر باز نخو گریان میکنی من خواب دیدم که مادر من خفه خواب بود چیکار پای سخت مام خواب باید میدم فقط کلش خود راست نمیشه نمیم جگرم خیر مادر خیر مادر نکو گریان خیر مادر خدا جان وضعیت خراب میشه نکو مادر نمیه فقط خواب بود خدا که بده خواب میبینم نکو خیر مادر بیا چی برای چیزی که پای میزن آخر دست من خفه کم میکنه بچه ما آلو خو خفه که نمیتونه در زندگی رسو خواب بود یک خواب بود دیگه خلاص رفت دیر شد میشه تنها مرا ما ناروز عمره بیبیت مریض بود تو که رفتی شب خانه مادر جان زنگ بیبیت آمد گو خیمه برم گفتم برو بچه خیلی پرسانه بیبیت بیمون مریض است من چطور کنم او پی او جرف یک تنها توی جگه و بیایی من چه خواد کردم نمیه مادر جان خیره تا حال که نامدن از این بودم نمیه حتما حل میکنن موضوع را شاید چی میفهمی خدا آن یک رحم کنه قبول کنن که دختر نمیگیریم برن یک جای دیگه پیش یک دختر دیگه میگه شما ما را میگه در چه انداختین بیا تو ترقص میزنی که فقط ماسل بیچوک پشت آمده دوانده تا از برای خدا دم یک دفعه وقفه دار ترقص حالا خود زوجه موتر استاد است همین چیز زود که گمش که رفتم و جد نمیگه که چی گپ شد چی گپ نشد که به چی وضعیت ما اومدیم تا اینجا خوب مرا موتر نزدن چی وضعیت آمدی بم کردی از بم بدتر است مادر تو خبر داری حالا تو خواستم دیدم چند روز که بودی تو از گپا خبر داری نه چی گپا
خبر داری نداری اونجا رفتم مادرش آمد خوارش آمد کلا شیشتن خود چای و چیزا بیچاره رفتن پشت چایم دخترکشون در خانه بود خیلی بله کلش رو زد اما پرسانم دختر کجاست خود چی نکردم ملاله خود دیدی که آمدم دانش برو دم پیش بالی مشته بینگ 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 مچم چی میگه دیگه من سرم تا گفتم خیلی برو دیگه دختر بیاکسد گپ بزن مادرم رفت یک دم نه دانم میبرم میارم من میگه دختر بچه تو نمیگیره نه بیا میفتی در قوانین ما ای گپا نیست که دختر بچه را نمیگیره روزاول بد کردی خوار جان دخترم بچه تا نمیگیره قربان چم آبروی مرا بخره همین کار میشه تو مادر تو فکر که یا خودت چی فکر کردن آبروی چک شاش کنه آبروی چی تو آبروی من بخن از آبروی تو که آبروی من مهم است نه فهمیدیم که از اون چه رقم بخو یک دفعه نه دو دفعه نه خلاصا دختر مادر میگه به یک پای صداستن که دخترم قبول نمیکنه بچه ترا بر چی روزاول دادی گفتمش روزاول دختر میشه نه مادر جان من چون نگفتیم که چه قبط شما داد میشه من 2.5 ساعت داد چرا 2.5 ساعت گفتم دختر نه گفتی مادر من بچم 2.5 ساعت کات خدا تو پیسه را نگفتی برو پیسه من فکر می‌کردم تو قلم را اینجا بالا آورد من از خاطر از او گرفته بر 3 گمش که بالا پشش بان بالا آدم تو دست پاچه نمیشه فقط بگی که دو نفر اونجا کشته شده لاش شش شده لا از لاش بدن از تو میفهمی قابلو زد ماری خلاص چرا آبروی زد مبریزه خلاص دختر نمیگیره بتر دیگه شب حالا من دیگه نگفتم مادر که بگویم تو کی نمیگیره مادر خبر نداری بچه نه چیزا خبر چرا خبر داری گفتم چی هست دختر مادر شما پیشمش که دختر دو پای درک موزه کرد ما بچه تو نمیگیره خلاص بیا از این آدم پیوان تو بیا پوره همین همه قدر روز قبول شد بودم خیلی بگیم من میگم دختر کجاست میگه دختر خانه خاله خود است دختر کجاست کال من خب باوا سرما ندارم بیبی جان تو را گپ دادن اینا رو به خشقم چی جواب بدیم حالا چی بگیم تو من تلایش نمیتم میفهمیانه مرا این ورزنم خوب بشناسه که من چه قسم آدم هستم به خدا چرخش چرخک بیارم میفهمیانه در فرقش داغ تیل کنه داغ کنه همیشه گردنک نرم از اون ندیدم دست پایم خود انداخته که آبروی مرا بخر دخترم نمیگیره خیر قربان چه بگیم او را ندیدی نه ما قبول نه نه منم که گپ دین خودت کردی اینا خودت کردی اینا برابر بیا ببین چی میشه من خودم فیصله میکنم من خودم فیصله بچه که مادر بخیر شیرینی بیادر من چی کمی داره که بگو نمیگیری شاهزاده و نواسه تحصیل کرده از خارج جای آمد که بیا که بیبی مرا نامزاد میکنه نه نامزاد یا باید شده مرا بابروی من بخشی تو بگو بابروی تبا نه در قوم نه در دوست نه در دشمن نه در کوچه بر سر نمیمونه ما چقدر جای بر ما پیداش نگردیم بیا از خود بگیم که عزت آبروی ما رو نگاه کنه بزرگ دختر که بگه اینی باز نمیتن شیزت آبروی دیگه کل قوم خبر شد که دختر فلانی نامزاد دختر بیری دگیر ما چی بگیم مردم نه تو ماندن والاش نیستم حالا تو گردنه که نه بخی دیگه هر میری که چون گپ میذاری تو میفهمی میگه حالا بالا گردن خود برم نه حالا نه رو اگه بیشی حالا نمیری باش که با بچه بیاد مشوره کنیم گپ بزنیم خوب بود مادر جان خیره خوب بود سبکت شو داریم شریک داریم بیعزت بیابروی ما کدی بینی ما را بریدی خیره مادر خب بیا زور رقم گپا میگن دیگه خب اگه در زندگی رستیم و اگه در جنگ چه شایم خو نمیگه پاره میزنم دیگه خب گپ نیست بچه بی عزت بیابرویی بیا جی یا لیلا خوش باشه بیا زو مادر جان میفهم ولی ما تو چی گناه داریم تو چی گناه داری مادر جان کل گناه رو دخترت کده چرا همیشه ما شما رقم میکنیم خیر گریان نکن خیر مادر جان میفهم خیر مادر نمیم شما مادر جان گریان نکن خیر مادر جان گریان نکن منم جگر خون میسازی چی کنم نه آرزوز نبیم مثل یک من ماندیم و کل زندگی و دنیا سرم است میفهم چقدر مشکلات داریم نال گریان میکنی باز مریض میشی باز یک مشکل دیگه پیدا میشه بچه دیگه از دیگه چه قسم مریض میبینیم یکیش ده یک پالیم شده یکیش ده یک پالیم شده یکیش قایم گرفت دیگهش ده صندوق ده خیر مادر جان خواب بود خلاص شد دیگه خواب بود بیایم روی یک جبله بزن به خاطر که خیلی عرقم کرده بودی بیخ ترسیدی به نظر بخواب بیخی بچه نفسم قایچه بیا مادر جان بیا کبریم یک دفعه روی اولی یک هوای تازه بگیم خوب از بلد بیا مادر بریم صدقیت شو مادر جانم فردین؟ من خبر ندارم من چی خبر دارم؟ حالا من چی خبر دارم؟ بچه من مرد بیرون نیستم من زن خانه هستم من چی خبر دارم؟
حالا موضوع دختر بابای ما میگم. حالا دختر مامت ما چی میفهم که صد چیزی که پردیس یک کس دیگه ما چی میفهمم خبر دارم تو خاص کل چیز خبر داشت ندارم بچه من خبر ندارم خدا کوچی اصلا چه هیچ وقت ندیدم خبر ندارم اما کلگی بچم خبر داره کلگی کنم دختر مامت بزور برش صداش میکرد از زیر درخت از زیر دیوار از زیر مچه بطیخات میرسن قسم میکردن دیگه از رفتنش من خبر ندارم که کی رفته که کی نرفته خدا میفهمه من چی بفهمم دختر میخواد نسوری پودری بی عزت ما کدا بی آبرو کدا نه قوم کدا مادر نه خیش نداره تو خو میگفتی میگه مشکل فردی نه حالا من خو یک بار برات گفتم دیگه بازو کی از گپ من میشه بچم برم نسوار نوردی نسوارکم کم مونده جان مادر این قیاک مونده تو کی گفت این قیاک نسوارک مونده بازامی سعی ما تو کم نسوار تا تو باز تو این نسوار که نباشه بچم بیخی کلمه کار نمیکنه در گپای تو باز آره من خاطر نرفتم بچه خودیده که ملکه مادر رقم کنه درد بچه بیا باز بشینیم مادر خبر نداری ملکه یک آل روز شد امی تو که بر آمدی دو قات مانده بود نه دو قات مان چیغایش این تا آسمانا رسید خوب است که باز پدر موبای جان بود اونم ما گرفتن بردن شفاخانه اونا رو بستریس کردم نه بیا بخیر اینجا غم سر غم هر جایی که گپ مردم چی میکنه که اینا ایسویی گل بر شکفت حالا نه ملکه خاص وقت گردش این لالا وبای خبر شد چی خود این غیرت ننگاله بجا بچه ما به خود دلوقت جور میشه بخیر جور میشه حالا بچه من دلوقت کنه ولی بچه خبرش میمون پیش میان دیوال دوست رفیق خود چی بگه پیش قوم خیش دیوال همسا 4 تا همسایه خبر نشون تو گل آوردین حالی خدا دیدم ما رو ندیدم بیبی جان حالا یک طرف درد ملکه یک طرف درد اوبای جان این حال پدر مزی گپ خبر شوره چی جواب بدیم نه خبر شوه نمیمونم و تا نمیمونمشه با خدا که چرمشه در چرم زارا میخوام میگم چای آورد دخترای دپدن بیشی خاله جان تو چای بخو بیشی گفتم تو دیر من ازم چای کم خیزم اصلا من خراب کرد خود بیا بشی که برازه گفتم مشه گفتم تو ابرو زد تو میگه ابرو زد مادر نظر می خیر مادر جانم بیا یک ذره هوای تازه بگی هوام خوب شده بود بارانم شده بود دختر الله دختر ما میگم روز خوش نبیدی دخترم که در بدرم کردی خیلی بچه مگم یا براستی بیای چی خواد کردم نمیای مادر جان دقیقش نشو خو فعلا خو گفتیم چیزی که بوده گفتیم نمیشه کال تغییر داد چیزی گفتیم حالا اگه می اومدن تا حالا می اومدن میاین بچه میاین حتما ضروری میاین صحیح اسمم نمیکنم حالا هی خواب بود میاین خو رقم خو نمیشه مادر جانی فقط یک خواب بود لالا جان بیا اینجا بیا یک رو پر خطرناک بردارم چی میگی دختر بچه بس کردن خیر است تو اینجا بشی یک دفعه بشی خیره خال خیر است بشی خو خیر است اونجا اونو پتش خشکسته بشی خو خیر است سر دو پای بشی لالا جان خیرت کنم رفتم دختر خو خیر است با شیندی خودت میفهمی ور خطا نشو لالا جان یک گپ میگم تا خو مقصد خودت کنترل کو خو حالا چی گپ پس او دختر صحیح میگی نمیگی او دختره که به تو گرفتن او میگه حالا که من نمیگیرم چی من نمیفهم دیگه چی میگی او دختر من نمیفهم امی یک هفته مکمل که بیبی مام بوده اونجا ندیدیشه اون مادر مام رفته پیش مادر مام نامده آخر مادرم رفت بیبیم رفت کل واقع اختیار طرف بود او دختر ندیدم کلانون شیرنی دادن دستمال دادن نمیفهم من خبر ندارم اونو قسم گفتن دیگه من نمیفهم که اینا چی گپ میشه هنوز پدرم خبر نداره بیبی مام خبر نداشته و قدر روز کنجا بوده و رو بازی دادن حالا دختر کار موضوع ساده نیست وقتی یک نفر خواستگاری میره دختر باشه بچه باشه میشانش پرسان میکنه تو میادم قبول داری نداری میره خوش داری نداری برو خواهر نه تو آبرو داری با آبرو نداری خیر قربان چه میلایش کار نمیگه دختر مزور ندارم سرش دختر حالا تو قرآن زده بود خدا زده بود میگفتی تو آبرو داری ما آبرو ندارم با کل قوم خبر از این تقسیم کردم بشقا که اینو ما بچه من آمزاد کردم جا قوم من چی بکنم نه مادر اگه من زیاده کمک زیاده روی میگم خواهد تو میگفتی که من در جایی که من هستم تو چرا گپ بزنی الان تو میفهمی کارا که دیگه خب بیخی از عقل ما تو بالا سیگه ما اترش کنم ات چرخ شده چرخ چه دختر اگه پیش من آمد نامد نه میگه پس دختر دخانه ندیدم نه مام ما کمی رفتم دختر ندیدم خیلی پت نوت شدم خانه پیش ما شما نه هیچ پتم نشده افتادم دست موگار شد کمر موگار شد بگو جانم مادر چی میگی ناله اینی که امیر تو داشت کردیم دختر بابایونه چرا تو بدم خوبی خانه از ما بچه من 2 دفعه زن مامایت گفتم زن مامایت گفت زمین و آسمان فرق میکنه
گفت شما نان نداری که نان بخورین، دال نداری که دال بازی کنین. اومدی گفت دختر مرا خواستگار میشی. رو دیگه بر خود چه پرسن که بچه ما خودش نگو تمام برازو نیست نه. آبرو وزت ما میریجه. تو خودمون اسوار پرت و پکک و خلاص دیگه نه آبرو نه عزت با ما کل چیزا بردی تو. قاو نمی اخبارت نمی بیادرت نمی کی میخواد تو مدرسه مرده تو کی وارد راز میشه. دو تا شکر بچه دارم. به نوبت پای چرپای ما بگیرین. نکات دارم سایه رو خودم اومدن میخوام پشیمانم میکنه. میگم قرار دارم سر کار خدا پرتم شو روزت نه دور نخورم طرفتان. باز همین تو با ما فردین زنگ زدم. خب فردین هم زنگ زده بود دختره که برده اون کدام جایی کدام جایی پیدا کنه کارا کنه است. خب نه نان داره نه او داره میگه با ما زنگ زده که پیسه داره. ما چیزی که از دام برام خبر گفتم. پاسان بخی برو خانه از یا بگو حال نمیر شما راه داده. خب ما از کل جریان خبر شدیم. از مکمل که باز کلمه خراب نشه. خب برو خانهشان بخی بگو می زن مامان بگو. خب حالا شوی مسکین خونه فرد نیزه. حال ترس تا زیاد نکو خیره. چیزی که شد دیگه. حال گناه ما تو خدایی نیست. گفتم گناه اسونات است. اما بچه ما جایی که بیاجی زن کاکای تا که من مشناسم او بسیار جنگیر از بچه بسیار میفهمم چطور نمیفهم. فقط ایش ندیدیمشان. وقتی که پدرمشون رفت چی رقم چی ظلمایی نبود سر ما کردن. چی بگویم دخترم چی بگویمت. روز خوش دارن بیازو نمیبینه. روز خوش خوبم بیازو نمیبینم. خدا نمیال در چی وضعیت در چی حالت است. او را مثل ما شما کس نگاه کردن میتونه. یه چی دختر با ضربین نده من میگم خانه خالش است. من خارمار کرده خالش خارمار کرده گفتم من میگم خالش دو زنکا پیش ما تو من خیر خورا این کار خیر است مادر. ات میکنم بیار دختره بشون. دختره بیار پیشونیم بشون. چرا؟ نواسه ما چی کمی داره دختر به زبان خود بگوید. سر چه آفرین سر چیش کبر میکنه. سر چیش کبر میکنه. چی عیب داره نواسه ما؟ غریب کار نیست، تحصیل کرده نیست، خارج دیدگی نیست. به خاطر تو اوس از سر دنیا تو که آمد که باش من نامزاد بشم. تو آخرم به این قسم میکنم ما دخترم ایشانم قراره کشم میگیرم. مادر اصلا زیر کاسه نیم کاسه ایست. حتما این دخترشم بچه ما افکار خوش نداشته که کار کردن یا زیر کاسه شام میکشم نیم کاسه ایشان میکشم کل جلو پوستر شکر میکشم کل شخص تبت میکنم. پیشین نو یواری یا من چی بگویم به خدا که هیچ روی آبرو نمانده که خلاص چی بگویم بازم کردم که دختری واره گرفتیم دختری واره ما به نواسیم گرفتیم. مادر موجه گفتم پیش همی داماد خود سر به من نمیمانه. شرمنده داماد خود من میشم سنگسار داماد خود من میشم. پیسه ایم رفت پولش رفت گفتی اگر تا تنگش را تاکسی بگی برو تاکسی بگی بیا تاکسی بگی برو تاکسی بگی بیا پیسه دامش کامش یا که از دیگه خوش استی چه قسم چطور این موضوع رو پرسان نکردن یا من نمیفهم لالا جان خونه اون قسم گفتم من نمیفهم که در تو سر تا قدمت حالا نقطه چیز دیگه رو ببینن یا این قسم میکنن. همین دیدم روی رفقای من مسیج میکنم گفت زد نکه واور خطا دادن چوخ محفل میگیری بخیر که ما اشتراک کنیم کن خلاص دیگه اون تو میگه دخترم به هیچ وجه حتی یک خوش آمدی نامده دختر دیگه گپار خدا جای من لالا جان. خیلی وقت خواستگاری میرفتن کجا بود؟ اون خو میگشت خوش آمدی میدادم شیشته. امو خاص پرسان نکرد مادر ما چه مونک دسمالم داده چیز نگفته دختر دیگه. دو نفر کلام کردن آدم ما پیش از رفتت پرسان کرده بودن. اون خو بیبی ما گفتم بیبی ما مکملا وقتی که اونجا بوده گپ دادن هیچ چیز نفهمیده. باز مادرم که رفته گفته آروز کجاست آروز کجاست تو کرد. نیبر مردن اینجا گلا آوردن. خب ما این نمیره میگم لالا. بس خیش قوم چی میگیم؟ اینا خودت بگو دیگه. فکر میکرد باید است. ببین چی خود دختره نه نویاش باید نیفهمید نه نمیگه که دخترم چی هنر داره که ما شینیشه بکی میتونم که نمیدم نه کس دیگر خوش داره نگفته بچه تر نمیگیره بچه بیادر ما چی کمی داره گفتم بگوش خوب سامسایی دیده تا دخش قام دیده تا از تو کار سر بچه پیدا میکنه از امروز اول میگفتی دیگه خب خلاص اون وقت داده شیرینیام داده لفظم داده خبر شد رفیقای ما خبر شد مسافر چیزی بود حتی بعض دوستایم که بر ما زنگ زدن که ما میام محفل تو اون تکت رو اینال کار دل خودت از لالا جان که چی می کار دل من نیست کار دل شماست که با شما من میکارم مونده. لالا جان ما خیلی نرفتیم نه به خواستگار رفتیم نه دیگه. پیشی تو من خدا چی گپ شده؟ مال خو ما گفتم خیلی بیشی که ورخ. چی بگیم دیگه لالا جان ما کدام کار نکردیم. ما کدام کار کردیم؟ دیگه چی کار کردی دختر؟ آل خو ما آمدم گپ شد گفتم که اینال چی میگنی فکر شدی؟ مادرم چی گفت؟ مادر منور خطا آمده این دسکاول خدا گم کرد دراویا اون جاندارم پیسش ما دادم. کالی موضوع چطور کنیم ما؟ من نمیفهمم. من موضوع بر شما اعلام کردم از اول دختر.
کار رقم کن ببین من گفتم که خوب است خراب است تو خودت میفهمی. لالا جان ما خو هیچ کار نکردیم، نه به مرا به خواستگاری بردن، نه به دیگه، نه به تا، نه به بالا. ما گفتم اون دختر کلان شبی، گفتم او قیه که چشمای خود بی رقم دور میته. ما بی ما گفته بودم کو بسر است. خودش نداره امور شما میفهمیدین دیده بودین. خب ما گفتیم که کلان شبی بی میگفت کلگیش خوب شست، کلگیش خوب شست. اون خوب شون تر کرد بی ما. اینی خوبش بود که تو کار کرد. اون خو اینال میگم عزت آبرو کجا میره بیادر. اینال برو بی هر چیز که میگی بگو. گمش بخیر بگوش بگو می باشه بگو خانه میایم زنگ بزن بچه ما خب بعد ما خانه میان بگو آبرو عزت هر دوی جدا باین است میان با خوبی این موضوع حل شود بیا گذاشتنی میلی بگو بده که دور شمال شما خلاص یک بینی خمیری شوی اینجا اگه تو نایی به هزار رقم نامبردی دیگه برام جور میشه چی کنم خیر آخر چی کنم در خانه البته اون خو نامزاد ما در این سن سال ما خو نامزاد داره سال نامزاد خود مردم اعلام میکنه که ما بگیم مرش نیبته همین ما در این سن سال شدم تو را کدام روز گفتم مادر من زن بده نه این بچه از دست تو شده تو نسواری و چرسی پودری هر دو جور آمده شما ای بچه یک گفتی همین سوارم بخی مرا تیر دیگه گمش کو او که از اون نازدانگی خود که از او خورد خانه ما بود چقدر نازدانه بود او رو والا کس نگاه کده بتونه یک روز نگاه کده نمیتونه چطور که تا تحمل کده هر جای که هست والا که تحمل کده بتونه چطور دختر سوختم در گرفتم خیر مادر جان تو تشویش نکن چی میشه نکنم بچه اگه بیان ما چی جواب بدم تا یه وقت پیدا نشد ماشم که پیدا میشه در قصهش نباش بیا مادر جان بریم بالا آمد بیا ای خدا جان این مشکلات است که دیگه خلاص شدنی نیست ولی آرزو هم ضروری بود که بره خب بیت مریض بود خب خالی میشن میرفت خانه خالی میشن میفهم خود ما جنجال داریم پیسه در بشقابش نماندم بردمش خب چه پیسه کردم به دستش دادم که گه که مصرف کو که امروز تو به شهرستان ناوردی گله در پتنوس ناوردی خیلی این پیسه کردی پتنوس نبود مام دیگه از خاطر چیز شهر نماندم که اگه در زمین نمیماندی نمیفهمی که این تو سب هزار میدادی بجای پیسه هم گرفت کلی چیز امروز میگه من نمیمانم شال نمیمانم اون دیگه تو میفهمی که گفتم تا هر جای خودت پای میمونی پای من که من چهار طرفشو بشرس اینا که دخترک قیمت است من مادر جان کل گپ میفهمم خودت میفهمی من خودت از مردم سرکی باخته دختر تو دخترک تمیشوندی که فلانی در بچه را دوزاره فلانی قوم دوزاره فلانی خیش دوزاره همین از همین دخترم تیر شد نمیگه پکا من گفتم برونم دختر خیلی خورده تابته که معجزه کام است مقبول کام است دست پایام است هم کاری و باری هم نموده در خانه تو نمیشه تو برو مادر این ترم بینی که ما گرفتم خدای تا شکر کو نگرفت خو میگم به یک زبان چپ تا دختر میگم چه نمیشینی من من خدا میکشم چه فلان میگم این مادر است دیگه تو خدا تو مادر هستی که اولادش میشه میدی باز صبح مادر در اولاد داری دستان من میگیرم با قرآن ایران میمونی گمش کنم گپ خواهر مادر من نفهمیدم سر ساوازی من برم میادم که دخترا چی دختر مالکام نیست که دختر نده قصه یا در نکاسر من غم چاشتا بخورم مادر خود تصمیم بگیر مادر چی میکنی بیا مرد دفعه پایم در خانهش برسن باز من میفهمم ایور زنم که من ایره چه قسم بیاب میکنم تا مفت نمیمانه بشه میفهم یعنی خوی من برش معلوم است که من چه قسم خوی دارم چه قسم عادت دارم ایره که تیلا داده نیستم که تر مفت ایلاش میکنم اون بیبی بگم یکی ما بگم تو بس من میگم خب خلاص دیگه اون دروازه گفتم برو بیبی ما بگو من این انگ غیرت کجا ببرم این انگ غیرت افغانی نیست که دختر بگه من این نمیگیرم تو با چی کمی داری با مردم چی جواب بدم چی گفتم خیر لالای ما گفتم مادر تو بعد کنی که لالای چی پس که تو وقت آمدی برای آل لالای فکر نه چرا پت کنم دختر لالا چی سر که دفعه آمدی برای لالای گفتی تو چرا خمادم است نه خب سایکل لالا جان نه دیگه بیخی بوچیش بچه بیادب باز میشه تو کاران آدم بودی تو دختر نیده بودی تو پرسانش نکرده بودی مادر خود حل میشه تشویش نکن قربان چی حل میشه گفتم من نمیگیرم چطور چیکار هیچ خوش اومدی هم نامده خوش اومدی آمد مادر برم ببین تو چی که توی کارا رو میکنی آنا خب ببین من برای ببین من خوش اومدی نامده امروز صبح آخرین خبر میشه میرم بیبیت میرم پدر جور میشه چی جور میشه من دخترک ندیده دختر نه یک عمر زندگی گپ است مادر دخترک تو نیده بچه من جور میشه بچه مشکل نیست کار نیده تو قبول کنی لالای مکر سر بچه پیدا میکنه مادر خالق کردیم بچه میریم خلاصه بگم خالق کردیم یعنی مادر بر ما میگه که دختر قبول نه حتما کنم گپ از بچه‌م خود باز بیت برات نزدیک هر گپ که بود مادر تو باید از اول پرسان میکردی موضوع را از اول تو من خبر داشتم بچه‌م چرا دختر نیده بود دختر دیدم دختر در پیشونیش روشن نیست که از اول قبول نمیکنه مادر جان من نگفتم بیسر چشمای خود دور میته دیوانه وری
دخترم میشوند پرسان میکرد اینا میمونی که بیادر دیگه آن ایره گمش که مادر این چی میکنی خیر نامد در من گفت نه خیر بینه که بر تو جگر بخون فاصلا جگر خون نمیشدم خبر میشدم چی میگم قربانچم آره بید برک از جگه بزنه نگرفت میگه سعی کلمه چی میگم نگرفت اون دیگه دخترش تو شده نمیتونه ما از یکش خیر نید از گیش خیر میبینی حالا خیر حالا بچه میگم کار گپ پیش تو باشه بیبیت کرده حالا پرو کده بیبیت کرده با خودش برای جور کنه ما می نمیره میگفتمش من خود دیدم حالا من نگفت بعد دختر کنه میگیرم قربانچم اصلا مرگش نداره میگه خلاص ما معذور میگیریم حالا دختر می تو خود درست فهمیدی شیطانی و همین چیزا رو یاد گرفتم حالا شیطانی خود نکردی مادر لالای ما گفتم خوب کردم حقش بود حالا نفهمم نامزد شد تو گپا میزنه نامزد چی گپا میزنه لالای چی کمی داره که تو گفته بیا که مثلا فسوش هستی که گپ شو زود کرده به کس اول گپ اول دادن نیست لالای چی کمی داره تو هم نگفتی همین فقط چیره پاک یه موضوع پیدا کنی که اکثر صدا رو فقط نخونه بخیر برو گپ بزن کاتشون بخیر خود چی بگویم بمشیر نبته بگویم چی بگویم بگو بچه زنگ زده بود بگو فردین بگو بگیر خود زنگ خب بگو میره میاریشون بر اجمل زنگ زده بگو اجمل زنگ زده میره میاریشون بگو سر صدا فقط موضوع از بگو بسکن خلاص کنه اون طرفه خب حالا هم نمیمونه تا دی والا بانه خب دیگه بگو شینی میری بگو برازی داده و برو مثلا هر موضوع رو پس بخیر خلاص صحیح است میرم باش خیر بازم تو خبر داشت یک دفعه مرا میگی تو من مشکل مجلا میگم چرا میگم من اون موضوع سر زدنش خو یک روز گفتی که من خیلی چاپش کنم تا تونسم چکیده باش حالی موضوع دختر ماما چرا خلاص شد مادرم گفت نگو برای هیچ کس نگو خدا نکنه دقیقا هم مرد موندی بیادرم خو گم شد در جان دختر دیگه دستاس نبرزدی که اول مرگش همین دخترم گم شد نانو جان از اما که مرگش آدمو که قربان سرچم اونمو که شینگری نمیاله نمیگریخ نمیره همون خیلی شینگری دم خانه من میام دیگه جای نمیره خب اینا میریم قرار خیر ما بچه تا ما بیادر خوندیم خالا جان همیشه کنیم برتا اگر میشه برو از دختر میگم خیر یا خودت یا تصمیم درست تو چندین دفعه مرا استاد کردن که بگو اگه خبر داری بگو من خود دیدمشانه خب نتونستم گفته